ارتباطات تلفنی و ارتباطات اینترنتی با ایران کاملا قطع شده. بنابراین اخبار و اطلاعات دقیق به این آسونی به دست ما هم نمیرسه، ولی ما هم سعی کرده ایم که از کانال‌های مختلف تا اندازه‌ای که برامون مقدور هست و عملی هست در جریان وضعیت قرار بگیریم. در کردستان ایران عملاً تمام مناطق و استان‌های کردستان ایران و حکومت نظامی ادارش میکنن. نظام جمهوری اسلامی همیشه در رابطه با همچون جنبش‌ها و خیزش‌هایی تا اونجایی که به کردستان ایران مربوط بوده از دید امنیتی بهش توجه داشته و همیشه هم سعی کرده سناریوهای خیالی رو خودشون درست بکنن تا از این کانال بیشتر و بهتر استفاده بکنن، اونایی که زندانی میشن براشون پرونده سازی بکنن. در رابطه با بقیه ایران جنبش یا خیزش اخیر خوشبختانه در مقایسه با بقیه تا اندازه بسیار زیادی شهرهای بزرگ ایران و در پایتخت هم عملاً با شرکت وسیع مردم علیه نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت و طبعاً در اونجا طبق اخباری که ما به دستمون رسیده کشتار بسیار زیاد، مردمان بسیار زیادی و کشته‌اند، زخمی ها هم تو بیمارستان ها خیلی زیاد هستند و عملا در اونجا هم یه حالت نظامی بسیار شدید وجود داره. به موازات این وضعیت خشم مردم سر جای خودشه، چون نظام مصمم شلیک بکنه. من فکر میکنم مردم هم مصمم هستن تا اونجایی که براشون مقدور هست به این مبارزه و خیزش عمومی و جنبش عمومی ادامه بدند. با توجه به این سرکوب ها، اون چیزی که ما داریم میبینیم تعداد زیاد کشته که هنوز آمارش مشخص نیست تا امروز برای ما و فضای رعب و وحشتی که نظام جمهوری اسلامی حاکم کرده، شما ادامه حرکت اعتراضی رو چطور میبینید؟ چه در همه ایران چه در منطقه کردنشین؟ این حرکت که ادامه پیدا کرده و اصولا هر موقع یه جنبشی که شروع میشه، یه اعتراضاتی شروع میشه، مهم اینه که ما بتونیم رو ادامه کاریش بسیار تأکید بکنیم. این دفعه در مقایسه با گذشته همونطور که اشاره کردم بسیار عمومی بود، همه جانبی بود و هماهنگی و همکاری بین مردم ایران وجود داشت. ولی اینجا ما یه اشکال داریم. این اشکال رو در تمام نزدیک به 36 سال گذشته در مبارزه علیه جمهوری اسلامی داشتیم. اشکال کار اینه اگه اکثر مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند، اکثر مردم ایران به دلایل مختلف بر حق اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی هستند، این نظام موقعی از بین میره که یه آلترناتیو سیاسی، یه جایگزین سیاسی وجود داشته باشه. علیرغم این جنبش بسیار وسیع که حالا در ایران وجود داره، علیرغم پشتیبانی معنوی در سطح جهانی و هماهنگی با مردم ایران در اعتراضشون علیه نظام جمهوری اسلامی، هنوز این سوال وجود داره بالاخره این نظام که از بین میره نظام جایگزین کجاست؟ ولی با وجود این بایستی در داخل ایران این هماهنگی و همکاری بین ملت‌های مختلف ایران، فارس، ترک، کرد، بلوچ، عرب، بین جریانات سیاسی مختلف ایران متعلق به هر طیفی هستن اینو ادامه بدن. بایستی در این مراحل و شرایط حساس ما رو مواردی که مشترکات ما هست تأکید بکنیم و سعی بکنیم که به جمهوری اسلامی اجازه ندیم در بین صفوف مبارزان مردم در داخل ایران شکاف ایجاد بکنه. بنابراین ایجاب میکنه که سازمان ها و احزاب سیاسی کرد و غیر کرد بیشتر و بیشتر روی این مسئله وحدت عمومی علیه این نظام تأکید بکنند. شما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران آیا با دیگر احزاب اپوزیسیون غیر از احزاب کرد آیا با اونها در ارتباط هستیم؟ ببینید ما همیشه در ارتباط بودیم. حداقل در کردستان ایران خوشبختانه حالا ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز دیالوگ احزاب کردی. بعد از حزب دموکرات 6 حزب دیگه هم اونجا هستن و موقعی که اونا از مردم کردستان درخواست کردند که در این جنبش شرکت کنند، اندازه زیادی درخواست اونا مورد قبول و ازش استقبال شد. در رابطه با بقیه سازمان‌های اتنیکا یا ملت‌های دیگه ایران ما با اونام رابطمون بسیار خوبه. در حال حاضر هم در از چند سال گذشته ما با طیف‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی در گفتگو بودیم. اصل ما بر اینه که ایران یک کشور چند ملیتی هست، یک کشور متکثر هست، تعدد و تکثر سیاسی، اتنیکی، مذهبی درش وجود داره. با قبول این واقعیات ما بایستی در
در صدد درست کردن نظام جایگزین یا الترناتیو باشیم. از این بابت که تا به حال موفق نشده ایم هیچ کام از احزاب و سازمان ها و شخصیت ایرانی جایی تأسف است. بالاخره جنبش ها منتظر نمیشن تا رهبران سیاسی کی این برنامه رو عملی میکنن و کی تبدیل به الترناتیو سیستم جایگزین میشن. در همچون شرایط های بسیار و بیشتر لازمه که ما چطور بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. در طی روزهای گذشته شاهد فشارهایی بر جمهوری اسلامی از سوی کشورهای خارجی بودیم. ایالات متحده فشار می آورده، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت سرکوب اعتراضات اقدامی خواهد کرد. آیا شما با سازمان‌های بین‌المللی، با کشورهای دیگه در ارتباط هستید؟ آیا از اقدامات احتمالی هیچ اطلاعی دارید؟ ببینید، معادلات بین المللی تا به حال همیشه از دید و منظر برنامه هسته ایران، برنامه موشکی ایران و اینکه جمهوری اسلامی در منطقه اسباب مشکلات هست به ایران توجه کرده. مسائل مربوط به دموکراسی، مسائل مربوط به مبارزات مردم ایران تا اندازه زیادی در برنامهشون غایب بود، در دستور کارشون نبود و این سبب شده بود که جمهوری اسلامی جامعه جهانی رو به گروگان بگیره، چون این وانمود بکنه که مسئله ایران فقط مسئله هسته‌ای هست و این هم قابل معامله هست. ولی حالا این جنبش دیگه کاملا تصویر جدیدی به صحنه سیاسی ایران علیه نظام جمهوری اسلامی و برداشت جامعه بین‌الملل داده. تا اونجایی که به آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا مربوط هستند، حقیقتش اینه که ما نمیدونیم برنامه ایشون چیه. ایشون تغییر تو رفتار و کردار و گفتارش بسیار زیاد هست و میگه که از مبارزه مردم ایران پشتیبانی میکنن و بخشن به موازات این مغازه خودشون از گزینه‌های مختلف هم صحبت میکنن. به هر حال ما امیدواریم که جامعه بین‌الملل با اعتراضات خودشون به شیوه‌های مختلف بتونن جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارن و به این تحولات اخیر، این جنبش بسیار وسیع که در ایران وجود داره بی توجه نباشن. دوباره باید این حقیقت رو قبول بکنیم. جامعه بین‌الملل هم، حتی خود آمریکا هم تا اندازه بسیار زیادی دست به عصا حرکت میکنن، چون نمیدونن بالاخره لیدر یا رهبر این جنبش کدوم یا کدوم ها هستن. از این بابت هم بایستی دوباره سازمان ها و جریانات و شخصیت های مختلف مخصوصا در داخل و در خارج روی این مسئله کار بکنن که بالاخره مسئله جایگزین یا الترناتیو جمهوری اسلامی به کجا منتهی میشه. به هر حال ما در روابط خودمون با مؤسسات مختلف بین المللی سعی کردیم که بهشون بگیم که نظام جمهوری اسلامی به این آسونی قابل تغییر نیست، استعداد تغییر در سیاست‌های خودشون نداره. تا این نظام با این ایدئولوژی و با رهبری خامنه‌ای ادامه پیدا بکنه، منطقه و جامعه جهانی همین رو می‌بینه که 46 سال قبل تجربهش کرده.